صبح 30 مارت سال 2025 ساکنان شهر و دیهات پنجکین چون تمام ساکنان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان و کشورهای اسلامی در نماز عیدانه عید سعید فطر شرکت ورزیدند. صبح بر وقت با مسجدهای جامع مرکزی شهر پنجکین و در مجموع 18 مسجدهای شهر و دیهات پنجکین 16,000 نفر مردم پنجکین بوستانی در نماز عیدانه عید سعید فطر شرکت ورزیدند. در مسجد مرکزی جامع به نام خواجه محمد بشارا مردم دیار بوستانی ما را از نام رئیس ولایت سوخت عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت سوخت رئیس کمیته اداره زمین ولایت سوخت قادرجان طالبزاده با مناسبت عید سعید فطر تبریک و مبارکباد نمود. در پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت از جمله تاکید شده است ساکنان ولایت مثل تمام مردم کشوری عزیزمان در مدت ماه رمضان که ماه پرهیزگاری و احسان خیر و سخاوت انسان دوستی بخشیدن گناه همدیگر و پاکسازی ظاهر و باطن می باشد سنت و عنعنه گذشتگان را ادامه داده با عملهای خیر و سخاوت از جمله دستگیری یتیمان و معیوبان نیازمندان بیماران و عائله های کم بضاعت و بی‌سرابه مانده رسالت انسانی و فضیلت های ماه شریف را به جا آوردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک از سخنرانی‌های خود در مورد فلسفه ماه شریف رمضان تاکید نمودند حکمت پرهیزگاری و روزه‌داری تنها در ترک خوردن و آشامیدن محدود نمی گردد بلکه این ماه مبارک برای مسلمانان وسیله اعتقاد مهم جهت انجام دادن کارهای خیر و ثواب عملهای پسندیده دست و زبان پاک داشتن گذشت کردن و بخشیدن با صبر و تحمل بودن و دیگر خصلت‌های حمیده انسانی محسوب شود. رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده در آغاز سخنرانی خویش بار دیگر با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوخت عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده برای پیام‌های تبریکی با مناسبت عید سعید فطر و توجه خاصه به مردم پنجکین بوستان عرض سپاس کرد. در پیام تبریکی خویش رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالخالق خالقزاده با توجه نمازگزاران و مردم دیار بوستانیمان اطلاع داد که ماه شریف رمضان ایام رحمت و مغفرت بخشیدن گناه‌ها پاکسازی قلب‌ها و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب پایان یافت و عید سعید فطر فرا رسید. فرارسی این عید سعید را که تجسمگر بهترین ارزش‌های انسانی فیض و برکت خیر و احسان تحملگرایی ارادتمندی و ایمانداری است به همه شما مردم دیار بوستانی پنجکین تبریک و مبارکباد می‌نمایند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در ادامه پیام تبریکی خویش اظهار داشت که همدیاران ارجمند ما چون همه مسلمانان کشور در دایره سیاست تحملگرای دینی و مذهبی که در مملکت با راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با قانون معین شده است امکان داشتند در ماه مبارک رمضان این فریضه دینی را با اعمال نیک دستگیری یکدیگر همدیگر فهمی عیادت بیماران احترام به پدر و مادر نزدیکان طلب دعای خیر برای آرامی و آسایش و رشد و پیشرفت سرزمین اجدادی بخشیدن آزرده خاطری بین همدیگر تحکیم رضایت و آرامی و وحدت و همدیگر فهمی دیگر عملهای خیر بجا آورند. رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده
از ساکنان دیار باستانیمان دعوت نمودند که باید با انجام یافتن ماه شریف رمضان در سمت اجرای کارهای آبادانی و سازندگی با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان استفاده عاقلانه زمین، سر وقت انجام دادن کشتکاری بهاری، سفربری جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور، بلند برداشتن آداب و اخلاق حمیده جوانان و نورسان، خودشناسی ملی و مذهبی، تدبیرهای مشخص اندیشان. سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشارا محمد امیر غفارزاده و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهبریت ولایت سوغد و شهر پنجکین برای توجه و تبریکات صمیمانه عرض سپاس کرد. همینطور ساکنان شهر باستانی پنجکین در مسجد جامع به نام خواجه محمد بشارا نماز عید سعید فطر را با یک شکرگزاری به انجام رسانیده پس آن همدیگر را تبریک و شادباش گفتند و طبق تعامل با خبرگیری خویش و تبار، پیوندان، نزدیکان، عیادت بیماران و دیگر کارهای خیر و ثواب مشغول شدند. در مسجد جامع به نام خلیفه حسن شهر پنجکین نیز مراسم عید سعید فطر خیلی سرآدم و با شکرگزاری از وطن آباد و آزاد تاجیکستان برگزار شد. معاون رئیس شهر پنجکین خوشبخت‌زاده ایرکین با توجه نمازگزاران مسجد جامع به نام ایشان خلیفه حسن شهر پنجکین پیام تبریکی رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالخالق خالقزاده را قرائت کرد. در پیام آمده است در جامعه آزاد و دموکراتیک کشور هر نفر ما امکان داریم که پهلوی نادر و سازنده تاریخ و فرهنگ ملی از جمله ارزش‌های دینی مبین اسلام دایر به دستگیری یتیمان و معیوبان و محتاجان و کمبزیاتان گسترش داده مراسم و عنعنه‌های اعتقادی خود را با ارزش‌های ملیمان رنگ و تراوت تازه بخشیم، زیرا مناسبت درست با ارزش‌های معنوی و اعتقادی در اساس منفعت‌های عمومی دولتی شرط مهمترین تقویت وحدت ملی و ثبات و آرامی جامعه می باشد. سرخطیب مسجد جامع به نام خلیفه حسن شهر پنجکین ملا عمرقل عباسوف ضمن سخنرانی خویش بار دیگر با پیشوای معظم تاجیکان محترم امام علی رحمان رئیس ولایت سوغد رئیس شهر پنجکین عرض سپاس نمود که آنها در این روزهای خیلی مقدس مردم دیار باستانیمان خاصه نمازگزاران این مسجد را تبریک و شادباش گفتند. نمازگزاران مسجد جامع به نام خلیفه حسن پس از ادای نماز عید سعید فطر بار دیگر همدیگر را با این عید فرخنده تبریک و مبارکباد گفتند. طبق تعامل برای عیادت خویش و تبار و دیگر کارهای خیر و برای انسانها خیلی ضروری مشغول شدند. ما تهیه‌گران برنامه عباس همراساده، خیام جورایف، شاه حسین صالحوف، شهباز قربانوف بار دیگر همه شمایان همداران عزیز را با مناسبت عید سعید فطر صمیمانه تبریک و مبارکباد می نماییم.